خب اومدیم با بازی آژاکس گنگ که 8 دقیقه 97 یادم اومد ویدیو بگیرم. به پنالتی ها میرسین. خوبه البته اگه گل نزنم خطاش کردم. البته اونم بی‌ترسی نیستن اگه گل بزنم، ولی بازم خراب شد. نیست. نیمه اول وقت اضافه تموم میشه. نیمه دومه. برای پنالتی ها آماده باشین. چیپس و پفکاتون رو بیارین برای پنالتی ها. چی زد؟ بچه همین 1 دقیقه که کات کردم هیچ 2 گل رد و بدل شد. این گل منو ببینین، حالا میذارم ببینین گل منو. طرق دروازه یارو داد. گل اونم دروازه خالی بود، راحت زدن تو دروازه. فکر نکنم این بازی پنالتی ها. چرا؟ فکر بکن. بریم برای پنالتی ها. پولیسیچ میزنه. تو هرناندز میزنه ضربه خودش رو و گل. گل. موریس هم میزنه همون سمت تو هرناندز و پولیسیچ.